درختان نیمسوخته صنوبر در باغ ملی سویاتاخاره اوکراین. سرهی چپاک حدود 20 سال باز جنگلبان است. او پیشتر دوست می داشت که میان درختان همیشه سبز گشت و گذار کند. حالا وقتی با ماشین میگذرم کوشش میکنم فقط راه را نگاه کنم. اگر به جنگل نگاه کنم حتما گریه‌ام میگیرد. مقامات اوکراین میگویند از 5-4 بخش باغ ملی سوخته و یا مینه‌کاری شده. زمین آن بیش از 100,000 هکتار است. این قطره از بحر در خساراتی رسیده از هجوم روسیه می باشد. جنگ میلیون ها هکتار پیش‌ازار و طبیعت اوکراین را خراب کرده است. هر روز در خاک اوکراین صدها موشک پرانده می شود که زمین ها را چاک و جنگل ها را ولنگار می کند. جنگ روز تا روز چهره طبیعت اوکراین را داغدارتر می کند. نظامیان اوکراین نواری را نشر کردند که یک بسرنشین به درختانی که زیرش نظامیان روس پنهان شده اند موادی سوخت می ریزد تا آنها را آتش زنند. از سوی دیگر جنگلبان ها می گویند کار آنها نیز خطرناک شده. اگر خواهیم هم زود خاموش کردن آتش امکان ناپذیر است، چون ممکن آنجا مینه داشته باشد. خطر کشته شدن یا مجروح شدن زیاد است. جنگلبان ها بارها شاهد ترکیدن مینه ها شدند. خبرگزاری ریترز با 20 کارشناس صحبت کرد که جزئیات نابود شدن بیش از آن را در میان گذاشتند. مقامات روسیه به سوالها در این باره پاسخ ندادند. با گذشت بیش از 30 ماه از هجوم روسیه به اوکراین، در شرق این کشور از جنگلزارهای زمان سرسبز تنها خاکستر و نیم سوخته ها ماندند. اکثر جانوران نادر از جمله اسب وحشی که در بیشه های اوکراین بودند نابود شدند. در اوکراین خشک و تر می سوزد و حالا مقامات اوکراین وقت و امکان حفظ بیشه ها را ندارند. تلاششان بیشتر این است که ارتش اشغالگر روسیه را از خاک خود بیرون کنند. کارشناسان میگویند زیانی رسیده به طبیعت اوکراین سالها میماند و جبران ناپذیر است.